سه تا نکته رو اینجا بگم که بسیار مفید خواهد بود برای پدر مادرها و اونم اینه که چه موقع در این بیماری ویروسی نگران بشن، چه موقع نگران نشن. آقای دکتر، اثرات کار کردن با وسایل دیجیتال، مثلا فیلم و کارتون دیدن داخل تلویزیون، گوشی، چه اثراتی روی رشد مغزی کودک داره؟ که وقتی آزمایشات چکاپ رو برای بچه‌ها می‌نویسیم همه چیزشون خوبه الا ویتامین دی شون یا مثلا اطلاعات دیداری بچه‌ها رو افزایش بده، ولی در قسمت EQ باعث کاهش EQ میشه، کاهش ارتباطات میشه، کاهش هوش هیجانی میشه. یا دیجیتال بیبیای بچه‌ای هستن که دیگه انگار تو حال هوای خودشون هستن، تو ارتباطات مشکل دارن، بعد توی رفتارهاشون یه رفتارهای درونگرایی خیلی بیشتری نشون میدن و انگار که همه بازیاشون با خودشون. آقای دکتر روزتون بخیر، خیلی خوش اومد. خیلی ممنون. منم سلام عرض میکنم، ان شاءالله که حال همگی خوب باشه. خدمت پدر مادرای عزیزم سلام عرض میکنم. ما با صحبتایی که امروز میخوام بکنیم میخوام در واقع این رو بگیم که بچه داری اگرچه که سخت است ولی ما تکنیک هایی رو بهتون یاد میدیم که این کار سخت بچه داری رو بسیار آسونش کنیم. غذا دادن به کودکان کار سختی ظاهرا شده ولی ما با تکنیکامون خیلی آسونش میکنیم و تکنیک های بسیار ساده و آسون رو یاد میدیم که بچه ها بهتر غذا بخورن، که غذا خوردن براشون به عنوان یه لذت، فقط به عنوان تکلیف نباشه، لذت باشه و بعد پدر مادر هم از این غذا خوردن بچه‌ها لذت ببرن و هم در زمینه مسائل دیگه میتونیم کمک بکنیم که بچه‌ها یه مسیر رشد و تربیت خیلی خوبی رو طی بکنن، جوری که پدر مادرها همش باشون کلنجار نرن که مثلا بشین و نکن و این کارو بکن این کارو نکن. در واقع یک اعتمادی بین بچه‌ها و پدر مادر به وجود بیاد که در اثر اون اعتماد در واقع بچه‌ها هر چی که پدر مادر راهنمایی میکنن اونا گوش بدن و اینقدر با هم چالش و درگیری و جنگ و دعوا نداشته باشن. خیلی ممنون آقای دکتر از توضیحات ارزشمندتون. آقای دکتر، با توجه به اینکه میدونیم تغذیه توی رشد جسمی و ذهنی کودکان خیلی تاثیرگذار هستش، به نظر شما خانواده‌ها چجوری میتونن نوع تغذیه فرزندشون رو بهتر بکنن؟ خدمت شما شود که تغذیه واقعا مهمه. من اگه سلامتی رو به 3 یا 4 بخش بخوام تقسیم بکنم، تغذیه یکیشه در سلامتی، یکی دیگهش بهداشت روان هست، یکی دیگهش فعالیت متناسب و به اندازه کافی هست که این سه تا در هر کدوم 30% از بخش سلامتی یک فرد رو به عهده دارن. تغذیه چون از کودکی شروع میشه، بنابراین تغذیه صحیح به این شکل که از همون ابتدا که نوزاد به دنیا میاد، از همون ابتدا روش‌های صحیح تغذیه رو شروع بکنیم، شیر رو به طرز صحیح به بچه‌ها بدیم و از اون ور تغذیه کمکی رو وقتی شروع میکنیم خیلی نقش داره در این که بچه‌ها خوش‌خوراک بار بیان. اگه ما درست تغذیه رو شروع بکنیم در هنگامی که بچه 6 ماهه میشه و غذای کمکی رو میخوام شروع بکنیم، اونجا اگه تغذیه رو درست شروع بکنیم بچه‌ها رو میتونیم با تکنیکایی که ما انجام میدیم کاری بکنیم که بچه‌ها اولا خوش‌خوراک بشن، که در قالب خوش‌خوراکی همه چیز خور باشن و بعد در مرحله دوم سالم خور بشن و در مرحله سوم به اندازه خور بشن، جوری که در مرحله دومش به حله حوله ها زیاد رو نیارن و فست فودها در مرحله سوم دچار چاقی و یا از اون ور کمبود و یا لاغری نشن. اگه تکنیک ها رو به درستی بتونن یاد بگیرن پدر مادر انجام بدن، ما به این سه تا هدفمون در تغذیه میرسیم. بله، خیلی ممنون آقای دکتر از توضیحاتتون. آقای دکتر، خیلی از خانواده‌ها این دغدغه رو دارن که فرزندشون علاقه‌مندن به غذاهای فرآوری شده، شیرینی‌جات و حالا غذاهایی که در واقع ناسالم هستن. چجوری میشه این عادات ناسالم رو اصلاح کرد توی بچه‌ها؟ ببینید در 6 ماه اول بچهش فقط شیر میخوره. البته این 6 ماه هم که میگم بعضی رفرنس ها غذا رو از 4 ماهگی شروع میکنن. خیلی مهم نیست که ما غذای کمکی رو از 4 شروع کنیم یا 6. مهم اینه که به طرز صحیحی غذای کمکی رو شروع کنیم، جوری که به طور خلاصه من بگم غذا رو نباید ما به زور بدیم به بچه. در واقع به مقدار خیلی کمی میدیم، وقتی که دوست داره که اضافهش میکنیم، وقتی دوست نداره این مقدار کمی که در حد یه قطره است اونقدر تکرار میکنیم تا کم کم به جایی میرسه که بچه خوشش بیاد. حالا ما در واقع غذای سالم شروع میکنیم دیگه، فرنی، هری بادوم، سوپ و غذاهایی که برای بچه‌ها درست میشه، اینا غذایی که شروع میشه. به غذاها از اول نمک زده نمیشه، شکر زده نمیشه و غذا به طرز سالمی و بچه‌ها هم به شدت علاقه دارن غذا رو بخورن. اگر هم علاقه نداشتن عادتشون میدیم یواش یواش. حالا چی میشه که بچه‌ها از غذاها
به سمت تنقلات و غذای ناسالم و فست فودها کشیده میشن. درست اشتباه از اونجایی صورت میگیره که یه بچه‌ای رو به زور داریم غذای سالم رو به زور میدیم، زیادی میدیم، فراریش میدیم و یه کاری میکنیم که عرض شود که این غذا رو دوست نداشته باشه. وقتی غذای سالم رو به زور میدیم، بعد غذاهای ناسالم رو که به زور نمیدیم. اون غذایی رو که به زور نمیدیم، حتی منعش میکنیم، اون غذا رو بیشتر کشش پیدا میکنه. بیشتر پدر مادرها اصرار میکنن که فلان غذایی رو که ما هیچ وقت ندادیم بهش، یا مثلا فرض کن بچه 7-8 ماهه رو میگه غذای خودمون رو خیلی بهتر میخوره تا غذاهای خودش رو. علتش اینه که غذای خودش رو به زور دادن، فراری شده، غذای خودشون رو چون نمیدن و یکم منعش میکنن، اون غذا رو بسیار علاقمند. در مورد حل اولم همین فرمول ساده است. با این فرمول ساده غذاهای سالم رو به زور میدن، فراری میشه، غذاهای ناسالم رو منع میکنن، بچه علاقمند میشه. اگه همین فرمول، من همیشه به پدر و مادرها میگم اگه میخواین بچه‌تون یه غذایی رو متنفر بشه و فراری بشه، به زور بدین. اگه میخواین اون غذا رو خوب بخوره و دوست داشته باشه، زمانی که میل داره، بدون اجبار، بدون فشار و اینجوری نباشه که برخلاف میلش باشه، بذاریم بر اساس میلش بخوره تا لذتش رو ببره. بچه اون غذا رو بخوره، لذت ببره، مسلماً علاقه‌مند میشه. بعضی وقتا پدر و مادرها میگن که خب این غذا چون براش تکراری شده نمیخوره. اصلا همچین حرفی صحیح نیست. شیر کاملا تکراریه ولی بچه میخوره. همون شیر رو هم اگه بعضی پدر و مادرها به زور بدن، بچه ممکنه از شیرش هم زده بشه. خیلی وقتا این زده شدن از شیر یا از غذا در طی بیماری اتفاق میفته. بچه به یه دلیلی بیمار میشه، با یک ویروسی بیماری چیزی بیمار میشه، کم اشتها میشه. درست در همون دوره بی اشتهایی بیماری پدر مادر میخوان زور کنن که غذای اندازه عادیشو بخوره، حتی بیشتر از عادی بخوره، چون میگن ضعیف شده، حالا باید بیشتر غذا بخوره که جبران بشه. در حالی که همین اجبار اینها این دوره بی اشتهایی کودک رو که قرار بوده مثلا یه هفته بی اشتها باشه، به 1 ماه 2 ماه بی اشتهایی تبدیل میکنن. پس در بیماری‌ها حواسمون باشه که همچنان که اشتهای کودک کاهش پیدا کرده، ما هم به همون نسبت مقدار کمتری بهش میدیم، صبر میکنیم اشتهاش برگرده. اگه ما درست عمل کردیم و صبر کردیم و کودک اشتهاش مثلا بعد از 3-4-5 روز یا یه هفته برنگشت، اون وقتی که این کار پدر مادر نیست، کار پزشکی که بررسی بکنه که حالا چه عاملی باعث شده که اشتهای کودک بر نمیگرده. مثلا شاید عفونت ادراری داره، شاید عفونت روده‌ای داره، شاید انگل روده‌ای داره که اشتهاش بر. این دیگه وظیفه پزشک. پس پدر مادر با زور کردن هیچ تغییری نمیتونن بدن، فقط شرایطو بدتر میکنن. مرسی آقای دکتر از نکات ارزشمندتون. آقای دکتر، چه ویتامین ها و مواد معدنی برای رشد کودکان ضروری هستند؟ ببینید، برای رشد کودکان همه مواد غذایی و همه ویتامین ها مورد نیازن. مواد غذایی به 3 دسته تقسیم میشن. یکی ماکرو ناتریانت ها هستن، یکی میکرو ناتریانت ها هستن و یکی هم مواد تریس المنت ها یا مواد ویتامینی که ناچیز هستن ولی به مقدار کم در مواد غذایی وجود دارن. ماکرو ناتریانت ها یعنی درشت مغذی ها شامل پروتئین و کربوهیدرات و چربی هستن که این 3 تا حتما لازمه، هر 3 تاش لازمه. در مورد میکرو ناتریانت ها که شامل ویتامین هستن، ویتامین های گروه A، B، C، D، E، K، این ویتامین ها همه. ویتامین ها تقسیم میشن به ویتامین های محلول در چربی که شامل A، D، E، K هست و شامل ویتامین های محلول در آب که A و B هست. اینها همه ضروری هستن، همشون لازمن. و از اونور تریس المنت ها که شامل آهن، یود، سلنیوم، مگنیزیم، ارشباطی مواد معدنی شامل کلسیم، فسفر، سدیم، پتاسیم، همه اینا لازم است. در واقع هیچ ماده ویتامینی و غذایی نیست که برای کودکان لازم نباشه. نه تنها کودکان که برای همه لازم هست و در همه سنین لازم است. کودکان چون رشد تکاملی مغزی عصبی هم دارن، خب از این لحاظ براشون مهمتر، از این جهت که مثلا اگه مواد غذایی درست مصرف نکنن ممکنه که رشدشون علاوه بر رشد جسمانی و رشد وزنی، قدشون هم آسیب ببینه، از لحاظ مغزی و هوشی و تکاملی آسیب ببینن. از اون ور ممکنه که یه سری بیماری‌های التهابی مزمن و مسائل دیگه‌ای درشون ایجاد بشه. بنابراین اینکه پرسیدین چه مواد غذایی لازمه،
همه مواد غذایی شامل ماکرونوترینت ها، میکرونوترینت ها و تریس المنت ها براشون لازمه. بله خیلی هم عالی، مرسی آقای دکتر. آقای دکتر، آیا کودکان به اندازه بزرگسالان نیاز به فیبر دارن؟ این میزان فیبر موجود توی رژیم غذایی کودکان در چه حدی باید باشه؟ ببین کودکان رو چون ما وقتی میگیم کودک از ابتدا حسابش میکنیم، از ابتدا که نوزاد دنیا میاد کودکی رو محاسبه میکنیم، تا زمانی که شیر میخوره روده‌های شیرخوار و نوزاد جوریه که با شیر به طور معمول دچار یبوست نمیشه، ولی بعضی وقتا با شیر خشک هم ممکنه که بعضی بچه‌ها به تناسبی که حالا شیر خشک بهشون نسازه یا با پروتئین گاوی مشکل داشته باشن ممکنه دچار یبوست بشن، ولی در این حال تا زمانی که شیرخوار هستن بحث فیبر اصلا مطرح نیست. ولی از زمانی که غذاخور میشن، از 6 ماهگی که غذای کمکی رو شروع میکنیم، مسلماً فیبر وارد رژیم غذاییشون میشه در قالب میوه‌جات، سبزیجات و همه غذایی که حاوی فیبر هستن. پس بنابراین از زمانی که از 1 سالگی که دیگه به طور رسمی از غذای سفره شروع میکنن تغذیه کردن، مسلماً فیبر در رژیم غذاییشون باید حتما وجود داشته باشه که دچار یبوست نشن، چون بچه‌ای که فیبر مصرف نمیکنن، مثلا میوه کم مصرف میکنن، حالا سبزیجات پخته رو کمتر مصرف میکنن، مسلما دچار یبوست میشن و درمان یبوستشون به طور استاندارد شامل مصرف فیبر هست. ولی اگه مزمن بشه، طولانی بشه، اینا دچار روده‌های تنبل میشن که وقتی رودهاشون تنبل شد، حالا تا بتونیم تکنیکایی رو یاد بدیم که اینا فیبر خور بشن، نهایتا مجبوریم از داروها استفاده کنیم که یبوستشون برطرف بشه، تا بعدم نهایتا با رژیم غذایی باید یبوستشون برطرف بشه. خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر، خیلی از خانواده‌ها این دغدغه رو دارن که کودکشون ممکنه به یه ماده غذایی حساسیت داده باشه و تجربه قبلی ندارن و اصلا ممکنه ندونن که آیا حساسیت داره یا نه. شما چه پیشنهادی برای این شرایط دارین؟ بله، سوال بسیار خوبیه، بسیار کاربردی هم هست. اولا که حساسیت به هر ماده غذایی ممکنه که وجود داشته باشه و به وجود بیاد. از اونور پدر مادرها میتونن حدسش هم بزنن، مثلا اگه تو خانوادهشون خودشون یا بچه دیگه‌ای دارن که حساسیت به یه ماده غذایی خاص داشته، میتونن حدس بزنن که شاید، نه حتما، این بچه جدیدشون هم به ماده غذایی خاصی حساسیت داشته باشه. مثلا از ابتدا که شیر شروع میشه، خب ممکنه بعضی بچه‌ها به شیر و پروتئین‌های گاوی حساسیت داشته باشن. حالا نه که الزاما شیر خوش بخوره، ولی مادر مثلا لبنیات گاوی مصرف میکنه، ممکنه حساسیت داشته باشه. حالا این حساسیت فقط به پروتئین گاوی نیست، به خیلی از مواد غذایی که مادر مصرف میکنه هم ممکنه باشه. از زمانی که غذای کمکی شروع میشه، باز ممکنه حساسیت به مواد غذایی خاص وجود داشته باشه و خودشون نشون بده. یه نکته جالبی که هست اینه که اگه مواد غذایی که از 6 ماهگی شروع میشه، هرچه تدریجی تر شروع بشه و به موقع شروع بشه، زود هنگام داده نشه، خطر ایجاد آلرژی کمتره. بنابراین اگه مواد غذایی رو زود شروع کنیم، خطر ایجاد آلرژی زیاده. اگه ناگهانی پیش بریم، یعنی تند پیش بریم، خطر آلرژی غذایی زیادتره. بنابراین برای اینکه آلرژی ها اولا که کمتر ایجاد بشن، یکی اینکه مواد غذایی رو به موقع شروع کنیم، یعنی دیر زود شروع نکنیم، از اونور یواش پیش بریم. دوم اینکه وقتی که مواد غذایی رو میدیم، تازه شروع میکنیم، حتما حواسمون باشه که این ماده غذایی رو داریم آزمایشی شروع میکنیم. اگه علائم آلرژی رو دیدیم، این عقب گرد میکنیم، عقب نشینی میکنیم، نمیدیم ماده غذایی رو، ولی نه برای همیشه. مثلا یه هفته، 2 هفته، 1 ماه نمیدیم، باز دوباره میدیم. باز اگه علائم آلرژی رو دیدیم، باز دوباره میتونیم قطع کنیم. اگه علائم آلرژی البته شدید باشه، اون وقت لازمه که پدر مادر کوچولوشون رو به یه متخصص آلرژی نشون بدن. حتما. مرسی آقای دکتر. به صورت کلی چه نوع رژیم غذایی خاصی رو به کودکانی که حساسیت غذایی دارن شما پیشنهاد میکنید؟ ببین، هر حساسیت غذایی در واقع رژیم غذایی خاص خودشو داره. مثلا اگه به پروتئین گاوی، بچه‌ای که شیر مادر میخوره و به پروتئین گاوی حساسیت داره، خب خیلی ساده به مادر میگیم پروتئین گاوی مصرف نکن. اگه به ماده غذایی دیگه حساسیت، مثلا تخم مرغ، گردو، بادوم زمینی، چه میدونم، موز، حتی مثلا مورد بوده به سیب زمینی حساسیت داشته، مورد داشته مثلا به حساسیت به سیب زمینی و گوشت مرغ و اینا کمتره، ولی به هر حال حساسیت به هر ماده غذایی میتونه باشه. این هم میتونه طبق تجربه مادر به دست بیاد، هم میتونه طبق تستای آلرژی و تشخیص متخصصین آلرژی به دست بیاد. ولی یک نکته کلیدی که من میتونم یاد بدم
اینه که اگه شک کردین که علائمی کودک داره، حالا علائم آلرژی چی هستن؟ به طور خلاصه علائم آلرژی کهیر هست، سرفه هست، تنگ نفس هست، خسخس هست و مدفوع خونی هست در مورد آلرژی شیرخواران. اگه پدر و مادر به غذای خاصی مشکوک میشن، راه آزمایش خیلی ساده ای داره که اون ماده غذایی رو که بهش مشکوک شدن اون قطع میکنن یه هفته. بعد اگه علائم آلرژی از بین رفت، اون ماده غذایی رو دوباره میتونن مصرف کنن. اگه دوباره علائم برگشت، اون وقت میتونن با قاطعیت بگن که آلرژی هست، مثلا به پروتئین گاوی. نه که تا یه ذره کهیر و جوش در صورت بگیم که مثلا همجور تقریبا به روش غیبگویی بگیم که آلرژی به پروتئین گاویه. نه، واقعا نمیشه گفت. باید اون ماده غذایی رو قطع کنیم، علائم بره، دوباره شروع کنیم، علائم برگرده، اون وقت بگیم که این احتمالاً، حالا تازه بازم میگیم احتمال زیاد به یه ماده غذایی خاص آلرژی داره. خیلی ممنون آقای دکتر. دکتر مقیمی، یه سری از خانواده‌ها معتقدن که روزانه باید به فرزندشون مکمل‌های ویتامین رو در واقع بدن که مصرف بکنن. آیا اثر منفی مصرف طولانی مدت مکمل‌های ویتامین روی جذب ویتامین از رژیم غذایی کودک داره یا نه؟ خدمتتون عرض شود که مطلب بسیار شایعه، درست و علمیش اینجوریه که باز از نوزادی شروع میکنیم. از نوزادی تنها ویتامینی که بچه‌ها نیاز دارن، بچه‌هایی که شیر مادر میخورن، ویتامینی که نیاز دارن چون در شیر مادر کم هست، ویتامین دی هست. بنابراین یه نوزادی شیرخوار 1-2 ماهه تنها ویتامینی که نیاز داره که مصرف بکنه علاوه بر شیر، ویتامین دی هست. ولی چون ویتامین آ هم نقشی داره در پیشگیری از عفونت‌های تنفسی، اومده به شکل ویتامین آ و دی به بچه‌ها میدیم. از 6 ماهگی به بعد نیاز به آهن هم پیدا میکنن. چرا؟ چون در شیر آهن کمه، در شیر مادر هم کمه، در شیر خشک‌ها هم به خاطر وجود کلسیم در شیر خشک‌ها یه مقدار میزان آهنی که داره، آهن داره شیر خشک‌ها، ولی آهنش ممکنه که کامل جذب نشه بر حسب مورد. حالا خیلی از کشورها آهن نمیدن، حتی خیلی از کشورها ویتامین آ هم نمیدن، ویتامین دی فقط میدن. بعضی کشورها هستن که حتی ویتامین دی هم نمیدن، بسته به نوع پروتکل‌های کشوریشون متفاوته. ولی در این حال آهن هم نیاز دارن. ولی وقتی که بچه غذاخور شد، ما اگه به درستی عمل کنیم و بچه غذاخور خوبی بشه که اونجوری که من گفتم همه چیز خور بشه و همه مواد غذایی از همه دسته‌گوهای مواد غذایی رو مصرف بکنه، مخصوصا از 1 سالگی به بعد، در واقع میشه گفت که هیچ ویتامینی رو نیاز نداره. باز هم تنها طبق رژیم‌های موجود الان فقط ویتامین دی بازم نیاز داره. اونم من برای اساس میگم که وقتی آزمایشات چکاپ رو برای بچه‌ها می‌نویسیم، همه چیزشون خوبه الا ویتامین دی شون، که البته بعد به موقعش اگه تو سالهای بعدی باشه من ویتامین دی رو باز میگم که چه منابعی از ویتامین دی وجود داره که ما میتونیم ویتامین دی رو جوری تأمین کنیم از طریق مواد غذایی که نیاز به ویتامین دی اضافی دادن هم نباشه. خیلی ممنون آقای دکتر. دکتر، یه سری از والدین هستن که رژیم غذایی خاصی برای مثال گیاهخواری دارن و تمایل دارن که فرزندشون هم مثل خودشون در واقع پیروی بکنه از این سبک غذایی. از نظر شما این مورد مشکلی نداره؟ اولا که من شخصا خیلی توصیه نمی‌کنم که بچه‌ها رو به رژیم‌های گیاهخواری که عادت بدیم. حالا اگه کسی اصرار داشته باشه در رژیم‌های گیاهخواری که البته هیچ اشکالی هم نداره، به هر حال سلیقه‌های شخصیه، مستندات علمی خیلی نداره، ولی به هر حال سلیقه‌های شخصی و مکاتب خاصی هستن که رژیم گیاهخواری رو توصیه میکنن. در رژیم‌های گیاهخواری 2-3 تا ماده ویتامینی یا معدنی ممکنه که کمبود پیدا بکنه. یکی از اون ویتامین‌ها ویتامین B12 که به حساب در مواد گیاهی کمه. یکی از اون مواد دیگه آهن هست که کمه و یکم ویتامین دی و گاهن اومگا 3، چون اومگا 3 و اینا بیشتر در گوشت و عرض شود که ماهی و اینجور چیزا هست. بنابراین اینجور چیزا رو ممکنه کمبود داشته باشن و اینها رو به عنوان موادی که کم هست باید در رژیم جایگزین بکنن، به صورت حالا شربت، قطره یا قرص جایگزین بشه که اینا تامین بشه. خیلی ممنون آقای دکتر. دکتر، چه عواملی روی رشد قد کودکان تاثیرگذار هستن؟ در مورد قد خب البته مردم پدر مادرها خیلی حساس هستن، قاعدتا همه دوست دارن که بچهای قد بلندی داشته باشن، ولی خدمت شما باید بگم که قد تحت تاثیر 2 چیز هست: 1 ژنتیک، 2 تغذیه. قسمت ژنتیک که دیگه ژنتیک پدر مادر هست، ولی قسمت تغذیه شو ما میتونیم وقتی تغذیه کامل باشه و شامل همه مواد غذایی رو بخوایم در جاش، حالا من میگم
که یه رژیم غذایی کامل شامل کدوم دست از مواد غذایی مصرف بکنه، قسمت تغذیهش کامل میشه. میشه قسمت ژنتیک هم ببینید اینجوری نیست که یک پدر مادری که هر دو بلندن حتما بچه‌شون باید قد بلند بشه، یا اگه هر دو کوتاهن الزاما هر دوش بچه‌شون کوتاه بشه. ژن‌ها یه جوری به ارث میرسن که مثلا یه پدر مادر قد بلند ممکنه که اکثر بچه‌هاشون قد بلند باشن، یه پدر مادر قد کوتاه ممکنه که همه بچه‌هاشون کوتاه نباشن. بنابراین ما ژنتیک رو دقیقاً نمیدونیم که این دیگه به ترکیب اون خانواده هم بستگی داره. مثلا مثل گروه‌های خونی میمونه. مثلا فرض کنید یک مادری گروه خونش او، پدر آ هست و بعد بچه میشه او، یا مثلا پدر آ هست مادر ب ولی بچه میشه او. اینه که اینجوری نیست که هر چیزی که اونا هستن دقیقاً همین بشه. این به ترکیب خانواده از جمله مثلا عمه ها، خاله ها، دایی ها، عموها، پدر بزرگ، مادر بزرگ ها هم بستگی داره. درست مثل یه چشم آبی. فکر کنین مادر بزرگی چشمش آبیه، نوه آبی میشه، در حالی که پدر مادر آبی نیستن. بنابراین اینجوری نیست که دقیقاً به پدر مادر نگاه کنیم بعد بگیم. خیلی از بچه‌ها بودن که ژنتیکشون از پدر مادر بلندتر یا کوتاه‌تر بودن. بله. آقای دکتر، کلاً والدینی که دغدغه این مسئله رو دارن چجوری میتونن متوجه بشن که کودکشون دچار اختلال رشد شده؟ اختلال رشد بسیار موضوع خیلی مهمیه. ارزیابی اختلال رشد با استفاده از منحنی‌های رشد است. ما از ابتدا بچه‌ها رو میذاریم رو منحنی رشد. بچه‌ها اندازه‌ها، جثه‌ها، قدهای متفاوتی دارن. بعضیا ریزن، بعضیا متوسطن، بعضیا درشتن. بعد این هم ژنتیکشون تعیین میکنه. اگه تغذیه صحیح باشه ژنتیک تعیین میکنه که یه بچه ریزه، متوسطه یا درشته. ما رو منحنی‌های رشد اینا رو میبریم، اندازه‌گیری میکنیم، چه قد باشه، چه وزن باشه، چه دور و سر باشه. و بعد این منحنی‌های رشد نیاز به تفسیر و تحلیل داره. مثلا یه بچه‌ای تا زمان 6 ماهگی، 8 ماهگی، 9 ماهگی وزن بالایی داره و بعد منحنیش یه مقدار از 9 ماهگی بعد پایین‌تر میاد و بعد تیپ لاغرتر و قلمی‌تری پیدا میکنه. تحلیل این هست که این به خاطر فعالیتی که پیدا کرده، حالا ورجه ورجه‌ای که میکنه، 4 دست پا میره، همه جا رو میگیره، بلند میشه، بعداً تو 1 سالگی راه میره و بعد تو 2 سالگی میدوه، فعالیت زیادی که داره این رو یه مقدار از اون حالت توپلی اولیه به قلمی بعدی تبدیل میکنه. بنابراین نحوه تشخیص اختلال رشد در بچه‌ها کاملا با منحنی‌های رشد و تا منحنی رشد نباشه اصلا نمیشه فهمید که یک بچه‌ای، مثلا شما یه بچه‌ای رو میگن وزنش 10 کیلو، بچه 1 ساله، ما نمیتونیم با یه وزن 10 کیلو بچه 1 ساله بگیم این الان خوبه یا بده. اصلا نمیشه همین چیزی گفت. ممکنه برای این 10 کیلو برای بچه خوب باشه، برای یه بچه افت حساب بشه، برای یه بچه جهش حساب بشه. بنابراین استاندارد اینه که از منحنی رشد استفاده کنیم. هر کس هم به پدر مادرای عزیز اینجوری توصیه میکنم که هرگاه کسی بر اساس یه قد و وزن فقط بدون نگاه کردن به منحنی‌های رشد اظهار نظر کرد در مورد رشد یه بچه‌ای، اصلا اون حرفش معتبر نیست. بدون منحنی رشد ما نمیتونیم اظهار نظر درست بکنیم که بگیم این الان خوبه یا بده. و بعد البته در نظر گرفتن ژنتیک خانواده. خیلی ممنون آقای دکتر از نکات ارزشمندی که گفتین. آقای دکتر، یکی از دغدغه‌های رایج والدین این هستش که وقتی کودکشون درگیر علائم سرماخوردگی میشه، سریع والدین استرس میگیرن و نمیدونن چه اقدامی رو باید انجام بدن. شما چه اقداماتی رو بهشون پیشنهاد میکنین؟ چه نکاتی رو باید رعایت بکنن؟ بسیار سوال متناسب با فصلی پرسیدین که الان فصلیه که سرماخوردگی‌ها و آنفولانزا و بیماری‌ها شایع‌اند. خدمت شما شود که اولا در مورد پیشگیریش بگم که در مورد پیشگیری از سرماخوردگی، آنفولانزا و بیماری ویروسی 2 تا نکته خیلی مهمه: شستشوی دستا و پرهیز از تماس یا ماسک زدن برای کسایی که مریض شدن. در مورد اینکه چه کار بکنم پدر مادر رو در مراحل اولیه، چون ممکنه که مثلا در آنفولانزا، آدنوویروس‌ها، ویروس‌های دیگه، کرونا، اینا ممکنه بچه دچار استفراغ هم شده باشه، تب کرده باشه، تب بالا داشته باشه. به محضی که پدر مادرای عزیز دقت بکنم، به محضی که کوچولوی شما بیمار شد، یعنی تب که بروز کرد، بلافاصله اولین حرکت شما این باشه که رژیم غذاییش رو سبک کنید. سبک به این معنی که غذاهای سنگین مثل کباب، تخم مرغ، سرخ کردنی، غذای سنگین و چرب بهش ندیم. بلافاصله به سمت سوپ و مایعات حرکت کنید. اگه استفراغ داره، مایعات هم حتی با حجم کم بدن که در اون مراحل اولیه اگه بچه بالا هم بیاره اوضاع خرابتر میشه، یعنی بچه بیحالتر میشه، همون مقداری که خورده هم از دست میده و اوضاع بیماری بدتر میشه، کارش به سرم و بستری این چیزا میکشه. بنابراین اولین کارهایی که پدر مادرها میتونن بکنن در رابطه با سرماخوردگی
و بیماری ویروسی و بیماری‌های تبدار اینه که رژیمش رو سبک کنن، از اون ور آسامفن بدن، حتی میتونن اگه لازم شد شیاف استفاده کنن، حتی میتونن اگه آسامفن موثر نبود شربت ایبوپروفن بدن تا زمانی که به پزشک مراجعه بکنن. پس مراحل اولیه کار رو باید در منزل انجام بدن، همونجور صبر نکنن بچه بالا میره اونها هیچ کاری انجام ندن. بلافاصله اولین حرکت رژیم غذایی سبک، ساده، سوپ و مایعات و بعد تا برسن به پزشک. بله خیلی هم عالی، مرسی آقای دکتر. آقای دکتر با توجه به اینکه بروز کمخونی توی کودکانی که از دغدغه‌های رایج والدین هست، میتونید توضیح بدین که این کمخونی چه علائمی کلا داره توی کودک؟ خدمت شما شود که کم خونی به دلایل بسیار زیادی اتفاق میفته. مثلا میتونه کمبود آهن باشه، میتونه کمبود اسید فولیک باشه، میتونه تالاسمی باشه، میتونه خیلی از عوامل بسیار زیادی باشه. به هر حال کم خونی در اولا پیش بینی میشه، مثلا ما از 6 ماهگی بعد پیش بینی میکنیم که این بچه ممکنه در شاید کمبود آهن دچار کمبود کم خونی ناشی از کمبود آهن بشه، بنابراین پیشگیرانه آهن رو به اینا میدیم. دومی که در معاینات مشخص میشه. وقتی یه بچه رو ما معاینه میکنیم اگه کم خونی داشته باشه علائمش رنگ پریدگیه. حالا هر رنگ پریدگی هم از کمخونی نیست، ولی عموما یه بچه‌ای که سر و حال داره بازی میکنه اگه رنگ پریده باشه نشانه کمخونی. دوم عرق کردن شبانه است. سوم بیحالی، بی‌حوصلگی، اختلال حتی مثلا یه مقدار کسالت و حتی بدخوابی، بیخوابی، پرخوابی، اینا میتونه از علائم کمخونی باشه که خودشو به این شکل نشون میده. بعد که کمخونی اثبات شد، اول اثبات میکنیم که کمخون شده، دوم باید دنبال علتش بگردیم که حالا چرا کمخون شده. آیا خون از دست داده؟ آیا کمبود آهن داره؟ آیا مثلا دلیل دیگه‌ای برای کمخونی داره که بر اساس نوع کمخونی در واقع میشه گفت یه بیماری نیست. کمخونی علامتیه از کمبودهای مختلف که بعد ما با آزمایش و با معاینه و اینا تشخیص میدیم که آقا دکتر به طور کلی چه آزمایش‌هایی رو کودکان نیاز دارن به صورت دوره‌ای انجام بدن و فواصل بین این آزمایش‌ها باید چقدر باشه؟ در یک کودکی که سالم، شیرخواری که سالم، هیچ مشکلی نداره، ما به طور روتین آزمایشات چکاپ اولیه‌اش رو بین 1 سالگی تا 2 سالگی انجام میدیم. یعنی یه چکاپ کامل اولیه بین 1 سال تا 2 سال، هیچ عجله‌ای هم نیست. خیلی وقتا دیدم من مراکز بهداشت مثلا روی 1 سالگی تاکید میکنن که حتما 1 سالگی، ولی وقتی ما معاینه میکنیم کودک تحت نظرمون هست، نیاز نیست که الزاما حتما سر 1 سال باشه چکاپ اولیه. بین 1 سال تا 2 سال یه چکاپ کامل که شامل ادرار هست، شامل عفونت‌های روده‌ای هست و تمام آزمایشات خونی، اینو انجام میدیم. چکاپ‌های بعدی بر حسب مورد هست. به طور روتین چکاپ بعدی خاصی که سر موقعیت خاصی باشه نداریم، ولی برای سالهای بعدی هر زمان که یه دلیلی پیدا کردیم، مثلا بچه‌ای که زیادی لاغره، بچه‌ای که زیادی چاقه، بچه‌ای که رنگ پریده است، بچه‌ای که مثلا عرض شود که رشدش خوب پیش نمیره، ممکنه چکاپ‌های بعدی هم لازم داشته باشه. ولی روتین ترین و ابتدایی ترین و اول ترین آزمایش چکاپ بین 1 سال تا 2 سال هست. خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر با توجه به اینکه نرخ افزایش وزن توی کودکان خیلی افزایش پیدا کرده نسبت به گذشته، آیا فعالیت‌های خاصی نیاز هست که بچه‌ها انجام بدن که پیشگیری بکنن از این افزایش وزن و چاقی؟ بازم این موضوع برمیگرده به بحث تغذیه و فعالیت مناسب که مسلماً تغذیه خیلی نقش داره در چاقی کودکان، تحرک خیلی نقش داره در چاقی کودکان. تغذیه را اگه ما به طور مناسب و صحیح شروع کنیم در غذای کمکی کودکان، جوری که بچه بر اساس گرسنگی و میل به غذا که داره غذا رو بخوره و غذای سالم رو عادتش بدیم و غذای ناسالم رو عادت ندیم، که اینا رو من بعد در یک به حساب صحبت جداگانه اینو باید توضیح بدم که چه جوری باید این کارو بکنیم که بچه غذای سالم رو علاقه‌مند بشه، نه که اجباری بخوره، و غذای ناسالم رو در واقع علاقه‌ای بهشون نداشته باشه. این منجر به این میشه که غذای سالم بخوره و از اون ور تحرک و فعالیت رو در واقع پدر مادرها خودشون هم در واقع الگوان دیگه. اگه پدر مادری خودشون کم تحرکن، خب خیلی هم نباید توقع داشته باشن که بچه‌شون پرتحرک باشه. هرچند بچه‌ها به طور ذاتی پرتحرکن، ولی خب پدر مادرها معمولا عادت دارن که بگن بشین و نکن و ندو و فلان. ولی برای فعالیت مناسب میتونن بچه‌ها تا زیر 10 سال خیلی نمیتونن یه رشته ورزشی
خاصی رو برن دنبال کنن، یا ممکنه اگه برن یه رشته ورزشی حالا یا متناسب با بدنشون نباشه، متناسب با استعدادشون نباشه، متناسب با علاقهشون نباشه، ولی پدر و مادرها میتونن این کارو بکنن که یه سری باشگاه‌های ورزشی هستن که میتونن مشاوره بدن به پدر و مادرها. اولا فعالیت پایه رو شروع میکنن، فعالیت ورزشی پایه رو شروع میکنن و بعد استعدادیابیشون میکنن که این بچه مثلا به چه ورزشی هم بیشتر علاقه‌منده و هم استعداد اون ورزش رو داره که بعد بتونه حرفه‌ای‌تر در اون ورزش فعالیتش رو بتونه ادامه بده که موفق هم باشه. خیلی عالی، مرسی آقای دکتر از توضیحاتتون. خواهش. آقای دکتر، مصرف قند اضافی و تنقلات ناسالم مثل غذاهای فرآوری شده، شیرینیجات چه تأثیری روی رشد ذهنی جسمی کودکان داره؟ ببینید خیلی مهم هست. ما 5 دسته مواد غذایی مهم داریم که اگه کسی این 5 دسته مواد غذایی مهم رو مصرف بکنه و کنارش 3 تا چیزی داریم که هرچه افراد کمتر مصرف کنن بهتره. الان من این 5 تا رو میگم، بعد اون 3 تا رو میگم. 5 تا مواد غذایی مهم، دسته اولش غلات و حبوباتن، بعد سبزیجات و میوه‌جات هستن، بعد شیر و لبنیات هستن، بعد گوشت و ماهی و مرغ و تخم مرغ و جگر هستن که در قسمت پروتئین‌ها و گوشتاست، و آخریش هم آجیل‌ها و دانه‌ها. این 5 دسته مواد غذایی مفید رو هر کی مصرف کنه از تمام مواد غذایی لازم برخوردار میشه، شامل همه ویتامین‌ها، کلسیم، مواد معدنی، پروتئین و همه چی رو شامل میشه. از اون ور اون 3 تایی که هر چه کمتر بهتره، یکی قنده، یعنی شکره، در واقع قند یا شکر، یکی نمکه، یکی سرخ کردنی. ما با کره هم مشکلی نداریم. خب اگه کسی کره بخوره، خالی کره بخوره، ما هیچ مشکلی باش نداریم. زمانی کره مشکل ساز میشه که با شکر قاطی میشه، یا با نمک قاطی میشه، یا سرخ کرده میشه. این باعث میشه که هم زیادتر مصرف میشه و هم میل و عرض شود که تمایل فرد، حالا چه کودک باشه چه بزرگ، میره به سمت چیزای چرب، سرخ کردنی، فست فودها و چیزای ناسالم. و اصولا چیزای ناسالم این 3 تا چیز درشون بیشتره. شما مثلا وقتی گردو میخوری هیچ چیز بدی توش نداره، یا مثلا حتی وقتی نیمرو میخوری چیز بدی توش نداره، ولی وقتی فست فودا رو میخوری سرخ کردنیش زیاده، نمکش زیاده، یا گاهن مواد دیگه شکرشون زیاده. پس ما برای یه تغذیه سالم و صحیح و پیشگیری از چاقی و پیشگیری از فشار خون و بیماری کبد و مسائل دیگه، ما کافیه این 3 تا ماده غذایی رو کمش بکنیم. اگه ما نمک، شکر و سرخ کردنی غذا رو کم بکنیم، اون چیزی که طرف میخوره احتمالاً بر اساس نیاز بدنش داره میخوره، ولی وقتی شوره، شیرینه، سرخ کردنیه، برای لذت و بیشتر خوردن در واقع میخوره، بدنش نیاز نداره. یه مثال ساده برای شما میزنم. شما وقتی ناهارتون رو خوردین، اگه کسی براتون عرض شود که یه پرسه دیگه غذا بیاره، میگی نه دیگه میل ندارم، ولی اگه دسر بیاره میخورن افراد. چرا؟ چون برای خوشمزه یا برای لذت بردنشه. یا پیتزا بیارن یه قاچ برمی‌داره، در حالی که اگه یه پرس غذای دیگه کباب بیاره میگه نه دیگه من غذا خوردم، سیرم نمیخورم. بنابراین اونها انگار این 3 تا ماده غذایی به غذا اضافه میشن برای بیشتر خوردن، و همونجاست که بحث چاقی، فشار خون و مشکلات متابولیک پیش میاد. خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر، چه میزان خواب برای کودکان توی سنین مختلف ضروری هستش و کیفیت خواب چه تأثیری روی رشد مغزی کودک داره؟ ببینین حتی جنین هم که تو شکم مادرش هست بعضی وقتا بیداره، بعضی وقتا خوابه، بیشترش رو خوابه ولی خیلی وقتا بیداره. اگه دقت کرده باشین مامانایی که به حساب حامله هستن بچه لگد میزنه. وقتی دنیا میاد بچه حدوداً مثلا 20 ساعت 22 ساعت شو خوابه، البته که بعضی وقتا ظاهرا خوابه، چشاش بسته است ولی بیداره. مثلا دیدین که ظاهرا خوابه ولی داره شیر میخوره. بچه‌ای که ظاهرا خوابه ولی داره شیر میخوره یعنی بیداره، نمیشه که خواب باشه ولی شیر بخوره. ولی حدوداً مثلا 20 ساعت نوزادی که دنیا میاد 20 ساعت میخوابه. به تدریج که سن میاد بالا این مقدار خواب کم میشه، ولی افراد به ژنتیکشون و به فرهنگشون ممکنه که میزان خواب متفاوتی داشته باشن. هر فردی هم ممکنه که مستقلاً میزان نیاز به خوابش فرق بکنه. به تدریج که میاد به سن بزرگسالی، در سن بزرگسالی هم مثلا 6 ساعت، 7 ساعت، 8 ساعت و گاهم برای بعضیا 9 ساعت ممکنه میزان خواب متغیر باشه. بنابراین بستگی به سن فرق میکنه
بعد بسته به ژنتیک و خصوصیت فردی هر فرد فرق میکنه، ولی مهم اینه که خواب بر اساس خستگی باشه که خسته شد خوابش بیاد و خواب ببره. ولی چون خواب فقط بر اساس خستگی نیست، بر اساس عادت هم هست، باید عادات خواب هم جا بندازیم. یعنی اینجوری باشه که وقتی که دیگه تایم خواب هست بالاخره برقا رو کم میکنن، خاموشی میزنن تا اون خواب انجام بشه. و خواب ظهر هم یه چیزی که تفاوت‌های فرهنگی، بعضیا به خواب ظهر نیاز دارن، بعضیا به خواب ظهر نیاز ندارن. ولی اگه کسی در مجموع به موقع بخوابه، از اون ورم به موقع بیدار میشه و بعد منجر به این نمیشه که بعضیا شب و بیدار باشن، روز بخوابن تا ظهر. بله متوجه شدم. مرسی آقای دکتر. آقای دکتر، اثرات کار کردن با وسایل دیجیتال، مثلا فیلم و کارتون دیدن داخل تلویزیون، گوشی، چه اثراتی روی رشد مغزی کودک داره؟ ببینید الان دیگه یه ترم و واژه‌ای داریم به نام دیجیتال بیبی. یعنی دیگه بچه‌هایی هستن که دیگه همش با موبایل و گوشی و تلویزیون و این چیزا سر و کار دارن، اینا به دیجیتال بیبی تبدیل میشن. دیجیتال بیبی‌های بچه‌هایی هستن که دیگه انگار تو حال و هوای خودشون هستن، تو ارتباطات مشکل دارن، بعد توی رفتارهاشون یه رفتارهای درونگرایی خیلی بیشتری نشون میدن و انگار که همه بازی‌هاشون با خودشونه، رفتارهای اجتماعیشون درست شکل نمیگیره. احتمالاً اگه بازی‌ها و کارتون دیدن‌ها هوششون رو زیاد بکنه که امکان داره IQ-شون رو افزایش بده، ولی از اونور EQ-شون رو کاهش میده. EQ خیلی ارتباط داره به اینکه مهارت‌های اجتماعی، مهارت‌های زبانی، درک احساسات خود، درک احساسات دیگران و چگونگی تعامل با دیگران. و مثلا یکی از خصوصیات EQ این است که حالت خودشکوفایی داشته باشه، کسی خودش روندهای یادگیری رو مثلا شروع بکنه. اینها در اینجور بچه‌ها کاهش پیدا میکنه. مثلا در بحث زبان هم اینو ما مطرح میکنیم که نذارید بچه‌ها کارتون‌های با زبان انگلیسی نگاه بکنن زیر سنی که حرف زدنشون هنوز کامل نشده. یعنی بچه اگه بخواد کارتون و فیلم یا چیزی رو به زبان انگلیسی ببینه، حتما باید زمانی شروع کنه به دیدن که زبان فارسیش کامل شده باشه، جمله بندیش کامل شده باشه، بعد زبان انگلیسی. چون اگه بخواد هر دو رو همزمان یاد بگیره، دچار یک حالت دوگانگی میشه که بعد ممکن از لحاظ گفتار عقب بمونه و از لحاظ ارتباطات هم عقب بمونه. البته اینی که دارم میگم در مورد زبان‌های یه زبان دومیه که نیتیو نیست. ولی اگه در یه خانواده‌ای مثلا 2 تا زبان داره صحبت میشه، مثلا فرض کن کردی صحبت میکنن، فارسی هم حرف میزنن، یا ترکی، و مثلا تو خانواده ترکی حرف میزنن، تو مدرسه میره، مدرسه که نه حالا مهد کودکی جایی میره فارسی حرف میزنن، این اشکالی نداره. در مورد زبان‌های نیتیو که وجود داره اشکال نداره، ولی یک زبانی نیتیو نیست و در با تلویزیون و کارتون و موبایل میخواد اون زبان رو یاد بگیره، اصلا توصیه نمی‌کنیم و بچه‌ها اون بحث دیجیتال بیبی درشون به وجود میاد. متوجه شدم. مرسی آقای دکتر از توضیحاتتون. آقای دکتر، حتی خیلی از خانواده‌ها معتقدن که انجام بازی کامپیوتری روی رشد هوش و خلاقیت فرزندشون خیلی تاثیرگذاره. این صحتش رو شما میتونید توضیح بدید؟ ببینید کلا تلویزیون رو طبق یافته‌های روانشناسی و همکاران روانپزشک و روانشناس ما زیر 1 سال، البته خیلی‌هاشون گفتن زیر 2 سال، من خودم شخصا زیر 1 سال رو اصلا ممنوع کردیم. تلویزیون و بازی‌های کامپیوتری، موبایل، همه زیر 1 سال ممنوع. از 1 سال تا 2 سال به صورت محدود در حد مثلا 1 ساعت در روز اشکال نداره. از 2 سال به بالا مقدارش آزادتر میشه. گفتم که ممکنه که هوش رو در اون زمینه افزایش بده یا مثلا اطلاعات دیداری بچه‌ها رو افزایش بده، ولی در قسمت EQ باعث کاهش EQ میشه، کاهش ارتباطات میشه، کاهش هوش هیجانی میشه یا هوش اجتماعی میشه. بنابراین در تهش نهایتاً حتی بزرگسالانی هم که خیلی وابسته به چیز باشن، الان خیلی وقتا دیدین یه آدم بزرگسال هم ممکنه که در اثر وارد شدن در فضاهای مجازی اگه خیلی کنترل دستش نباشه، ممکنه که ساعت‌ها وقتش پای مثلا تو اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی ممکنه تلف بشه. در واقع ما زمانی میتونیم از شبکه‌های اجتماعی بهره بریم که به صورت هدفمند یه موضوع خاصی رو دنبال کنیم. مثلا تو یوتیوب یه چیز آموزشی رو داریم نگاه می‌کنیم یا یه فیلمی رو نگاه می‌کنیم هدفدار، از قبل تعیین شده، نه که بشینی شما پای مثلا فرض کن اینستاگرام و بعد 1 ساعتت بره بدون اینکه متوجه بشی و نخواسته باشی از قبل. چرا وقتی خواستیم از اینستاگرام میتونیم خیلی راحت زبان یاد بگیریم، میتونیم فیلم ببینیم، میتونیم حتی خیلی چیزای آموزشی یاد بگیریم. ولی وقتی ناخواسته میشه
و خارج از کنترل ما میشه، اون وقت میشه دیگه به بیماری تبدیل میشه. مرسی آقای دکتر از توضیحاتی که در اختیار ما قرار دادین. اگر صحبت پایانی هست ما خیلی خوشحال میشیم بشنویم. بسیار ممنونم از شما که سوالای بسیار خوبی رو مطرح کردین، بسیار مفید خواهد بود. من فقط چون فصل بیماری‌های ویروسی است، الان آنفولانزا، کرونا و سایر بیماری ویروسی شایع است و خیلی از بچه‌ها درگیر میشن، 2-3 تا نکته رو اینجا بگم که بسیار مفید خواهد بود برای پدر مادرها و اونم اینه که چه موقع در این بیماری ویروسی نگران بشن، چه موقع نگران نشن. وقتی کودک شما تب میکنه و علائم بیماری‌های سرماخوردگی مثل آبریزش و سرفه و استفراغ و اسهال و دلدرد و این مسائل گلو درد رو پیدا میکنه، چه موقع نگران بشید. در واقع علائم خطر رو باید بشناسید که اگه علائم خطر وجود داشت نگران بشید، اگه علائم خطر وجود نداشت نگران نشن و به موقع به پزشک مراجعه بکنن. علائم خطر شامل اینایی که میگم، یکیش تنگی نفسه. بچه‌ای که سرفه میکنن، درگیری گلو، ریه دارن، یکیش تنگی نفسه، یعنی که سخت نفس بکشه، ناله بکنه، تنفس تند داشته باشه، به قول قدیمی‌ها دل بزنه تنفسش. اگه تنفس تند داشته باشه و نفس سخت داشته باشه، این علامت خطر است. علامت خطر بعدی اینه که بچه همش بیحال باشه. یعنی اگه بچه‌ای در وسط‌های بیحالیاش گاهی بازی کنه، این علامت خوبیه، ولی بچه‌ای که همش دراز کشه و بیحاله، این علامت خطر است. بچه‌ای که همش بیحاله و هیچی نمیخوره، هیچی، حتی شیرش هم نمیخوره، این علامت خطر است. بچه‌ای که بالا میاره مرتب، این علامت خطر است. و یکی از علائم خطر مهم هم بیقراریه. بیقراری به این شکله که بچه بیقراره، بغلش هم میکنیم، راهش هم میبریم، باز هم بیقراره. مثلا ممکنه گوشش عفونت کرده باشه بچه‌ای که اینجوری بیقراره، یا ممکنه خدای نکرده مننژیت باشه یا علائم دیگه. پس این علائم خطر خیلی مهمن. اینها اگه وجود داشت حتما باید در اسرع وقت به پزشک یا اورژانس مراجعه بکنید، حتی اگه نصف شب بود. ولی یه علائمی هستن که اگه اینا بود میتونید خوشحال باشید که این علائم، مثلا بچه‌ای که گاهن بازی میکنه، مثلا بچه‌ای که شیرشو میخوره، غذاشو میخوره، بچه‌ای که نفسش رو راحت میکشه، اینا نشانه های خوبیه. یا تبش گاهی میره گاهی میاد. و در قسمت علائم خطر یک علامت دیگه هم بگم که اون هم حتما نیاز به مراجعه داره، اینه که در این بیماری ویروسی هرگاه تب بیش از 4 روز طول کشید، یعنی تب 4 روز طول کشیده، روز پنجم هنوز بچه تب داره، حتما حتی اگه یه بار ویزیت شده مجدد باید ویزیت بشه، چون ممکنه که در پشت پرده این تب و بیماری عفونی ویروسی یک کامپلیشن یا عارضه‌ای رخ داده باشه که به اون دلیل حتما باید مراجعه کرد. و در بقیه موارد دیگه میتونه خیالتون راحت باشه. مرسی آقای دکتر، خیلی ممنونیم بابت وقتی که به ما اختصاص دادین. نکات ارزشمندی که در اختیار ما قرار دادین خیلی مفید بودن. همچنین تشکر میکنیم از شما همراهان عزیز بابت وقتی که در اختیار ما قرار دادین. شما میتونین با مراجعه به سایت و پلتفرم آمارا از خدمات آنلاین سلامت و مشاوره ارزشمند پزشکا بهره مند بشین، به خصوص شمایی که فارسی زبان هستین و خارج از ایران زندگی میکنین. تا برنامه دیگه روزتون بخیر، خدا نگهدار.